سلام و درود خدمت تمام دوستا و هموطنان عزیزم. خدا کنه خوب و صحتمند سریال باشید. دوستا عزیز، قسمی که در جریان بودید و مسابقه داشتیم در کشور ایران، الحمدلله به دعای شما دوستا و هموطنان و هواداران عزیزم توانستم در یک شب دو حریف پرقدرت خود که یکیش ایرانی بود یکیش افغانی، توانستم هر دو حریف ما در یک شب شکست بدم و کمربند قهرمانی سازمان فرستیفسی را از آن خود ما کنیم. دیگه قلباً از تک تکتان تشکری میکنم. واقعیت از تشویقایتان، از حمایتایتان، از دعایتان ما را فراموش نکردید و همیشه در کنار ما بودید. قلباً سپاسگزاری میکنم از شما. زنده باد افغانستان، زنده باد تمام اقوام افغانستان.